شرکت هواپیمایی سومون ایر در همبستگی با شرکت چپت فروشی فلایتیجی از عزمش برای افتتاح خط سیر مستقیم دوشنبه تفلیس خبر داد. پرواز نخستین از دوشنبه به پایتخت گرجستان سانحه 22 ماه سال 2024 صورت میگیرد و من بعد پروازها هفته یک مرتبه روزهای چهارشنبه توسط هواپیماهای بوئینگ 737-800 و بوئینگ 737-900 انجام داده می شوند. وقتی پرواز از دوشنبه ساعت 9:00 دقیقه از تفلیس ساعت 12:40 دقیقه به وقت محلی مقرر شده است. برای اندازه این خط سیر شهروندان هر دو کشور امکان پیدا میکنند که برای خود باز یک کشور زیبا و همیشه سبز را گشوده با تاریخ، فرهنگ و عنعنه‌های همدیگر آشنا شوند. گرجستان در کوهستان قفقاز و قسمت غربیش در ساحل بحر سیاه جایگیر شده است. هنوز در دوران شوروی یکی از سمت‌های عمده سیاحی و استراحت برای شهروندان جمهوری‌های اتحاد شوروی به شمار می‌رفت. گرجستان در سال‌های اخیر همچنین به یک نقطه مهم ترانزیتی در راه انتقال ماشین‌های دست دو از کشورهای غرب از امریکا به تاجیکستان تبدیل یافته است. آمادگی به انجام نخستین پرواز بین دوشنبه و تفلیس در حالی است که در پایان ماه مارس در پی حمله تروریستی کراکوس گروه شهروندان تاجیکستان از جمله ژورنالیست انوشیروان آریپو و همسرش را به مرز گرجستان راه ندادند. سومون ایر اینک 5 سال باز یگانه کشور فعال هواپیمایی تاجیکستان به شمار می رود. سومون ایر در حال حاضر از تاجیکستان به آلمان، امارات متحده عرب، ترکیه، چین، هندوستان، عربستان سعودی، ایران، قزاقستان، ازبکستان و به شهرهای گوناگون روسیه پروازها انجام می دهد.